بسم الله الرحمن الرحیم. در این بخش قصد داریم در مورد طراحی آزمون، سوالات امتحانی و ساخت بانک آزمون خدمت شما نکاتی رو ارائه بکنیم. لازم هست بدونید که برای طراحی آزمون از قسمت اینسرت و اجزاهایی که اینجا هست چندین راه داریم برای ساخت آزمون که ابتدا کاری که انجام میدم بنده یک سن جدید برای آزمون ایجاد میکنم که میتونه این آزمون برای بخش‌های مختلف درسیمون باشه. به عنوان مثال آزمون درس علوم رو من اینجا دارم. تو اسلاید قرار میگیرم. این سرورگ ها یا لیات ها رو در حال حاضر نیاز ندارم و یک اسلاید خالی رو ایجاد میکنم. برای طراحی انواع آزمون ها ما میتونستیم از هوم گزینه نیو اسلاید سپس گزینه graded question رو بزنیم. دقت بفرمایید که طراحی آزمون در این برنامه به چند دسته تقسیم میشه. یک اینکه سوالاتی که امتیازدار باشه و ما بتونیم براش کارنامه صادر بکنیم. سوالات نظرسنجی که فقط برای دریافت بازخورد به کار میره که بازخوردی که فقط خود کاربر ببینه یا جایی میخوایم ارائه کنیم برای نظرسنجی. سوالات تعاملی فری فرم هست که قابلیت های جالبی دارن. ریزالت صفحه برای بازخورد یا صفحه نتیجه آزمون و رکورد اسکرین هم برای ضبط صفحه نمایش یا فیلم برداری یا ساخت فیلم های تعاملی به کار میره. شیوه ساخت آزمون ها رو که در مورد سوالات صحیح و غلط، سوال چند گزینه‌ای، چند انتخابی و انواع مختلف سوالات رو و چگونگی کار با اونها رو بنده در بسته‌ای قبلا آماده کردم که خدمت شما قرار گرفته است تحت عنوان آموزش تولید محتوای الکترونیکی، اون هم با ورژن 1/4 که انواع سوالات، سیستم کار با اونها، معرفی استیت، ضبط فیلم، دریافت و خروجی گرفتن از پروژه و سایر امکانات برنامه رو در این بخش توسط استوری لاین 1 کاملا تشریح کردم و در اختیار شما عزیزان قرار دادم که چون که نمیخوام این بخش ها رو تکرار بکنم و به مباحث جدیدتری بپردازم، ازتون درخواست دارم که این مبحث های آموزشی رو یا این فیلم ها رو شما ملاحظه بفرمایید و پس از اینکه ملاحظه کردین با محیط کار آشنا شدین، اون وقت میتونیم بهتر تو اینجا کار رو ادامه بدیم. پس در بسته شماره 1 یا آموزش های مقدماتی رو شما میتونید دریافت کنید یا اگر دیدین که با خیال راحت میتونید وارد این بخش بشید و از امکانات اینجا استفاده کنید. پس این مجموعه رو واگذار میکنم به خودتون که عزیزان این اطلاعات رو کسب بکنید. البته در لابلای توضیحاتم نکاتش رو ارائه خواهم کرد. میپردازم به اینکه چگونه بتونم یک بانک آزمون بسازم و این سوالاتم رو توی پروژه هام به کار ببرم. برای طراحی بانک آزمون از سربرگ هوم گزینه داریم به نام Question Banks. وقتی لیست اینجا رو باز بکنم انواع گزینه ها رو داریم که یک به ما میگه که یک آزمون جدید رو بساز که این آزمون از بانکی که شما درونش سوال طراحی کردین استفاده شده باشه. گزینه دوم میگه که یک بانک جدید بساز، بانکی که توش سوالات رو درج بکنی. و گزینه سوم رو هم به این ترتیب معرفی میکنیم که آزمون ها و بانک های ساخته شده رو میتونیم مدیریت کنیم، حذف کنیم، اسمشون رو ویرایش بکنیم و کارهای دیگه که اینجا امکان پذیر است. پس اگر شما قبلا سوالی رو طراحی کردین و این سوالات رو میخواین توی یه بانکی استفاده بکنید و این بانک رو میخواین به یه آزمونی نسبت بدین که کاربر تو اون آزمون شرکت کرده و امتیاز دریافت کنه، از این گزینه New Draw from Question Banks استفاده میکنیم. ولی چون ما هیچ بانکی فعلا نداریم، از گزینه Create Question Banks میتونیم کلیک کنیم. اینجا هم که کلیک بکنم چون هیچ چیزی وجود نداره، هیچ بانکی از قبل، همه گزینه‌ها خاموش هستن جز گزینه Create a New Question Banks. من میتونم یک بانک جدید رو بسازم و این بانک رو نامگذاری کنم. میزنم آزمون، اسمش رو بنویسم بانک شماره 1. خب با گزینه مجدد Create a New Question Banks میتونید یه بانک جدید بسازین. با گزینه Edit Selection Question Bank میتونید این بانک رو ویرایش کنید، سوال بهش اضافه کنید و روش کارهای متعددی انجام بدید که ما الان اجرا خواهیم کرد. گزینه Duplicate هم به این معناست که بتونیم از این بانکمون یک تکرار داشته باشیم، یک کپی جدید ایجاد بکنیم، تغییر نام بدیم و این بانک رو حذفش کنیم.
برای اینکه روی این بانک میتونم کار کنم، سوالاتم به این بانک اضافه کنم، دکمه ادیت رو میزنم تا وارد پنجره لیست سوالات بشم. تو این قسمت اولین کاری که میتونیم انجام بدیم توسط ابزارهایی که بالا هست میتونیم مشخص کنیم graded question میخوایم، یعنی سوالاتی که نمره دار باشه یا سوالاتی که به صورت نظرسنجی باشن. با گزینه import question میتونیم از جای دیگه سوالاتی که ساختیم رو وارد این برنامه کنیم یا اسلایدهایی که ساختیم رو وارد این قسمت بکنیم. گزینه question banks، بانکمون رو میتونیم اینجا مدیریت و ویرایش کنیم و اگر هم خواستیم اسلاید جدیدی بسازیم از این قسمت میتونیم کمک بگیریم. برای طراحی سوال از اینجا هم میتونیم انجام بدیم که پیغامی که نوشته no question به این معناست که اینجا هیچ پرسشی، هیچ سوالی وجود نداره. با این دکمه یا این دکمه هم میتونیم سوالاتمون رو اینجا ایجاد کرده یا ایمپورت کنیم، وارد کنیم. من میخوام سوالات امتیازدار بسازم. روی گریدد کلیک میکنم، همون پنجره‌ای که قبلا خدمتتون باز کرده بودم ظاهر میشه. شما کافیه یکی از این 9 سوالات رو انتخاب کنید. به عنوان مثال من true false رو انتخاب میکنم، insert slide رو میزنم. به صورت خودکار در این قسمت قرار میگیره. متن سوال رو اینجا میتونید بنویسید و پس از اون هم میتونید توضیحات دیگه‌ای که برای سوال لازم هست اینجا درج بکنید. به عنوان مثال من متن خیلی ساده‌ای رو می‌نویسم. خب تو اینجا عبارت true و false رو باید اصلاح کنیم که true رو می‌نویسم درست و false رو هم براش می‌نویسم نادرست. البته عرض می‌کنم توضیحات و کنترل های اینها رو قبلا خدمت شما کامل گفتیم. در قسمت correct مشخص میکنید که چه بازخوردی به کاربر داده بشه و این سوال چند امتیاز داشته باشه. در قسمت incorrect هم به همین ترتیب. و اگر شما در قسمت attempt به کاربر اجازه بدین که دفعات بیشتری سوال رو بتونه امتحان بده، گزینه try again درست نیست دوباره سعی کن همینجا ظاهر خواهد شد. attempt تعداد دفعاتی که کاربر میتونه به این سوال پاسخ بده است. خب تو این قسمت فقط ما متن رو نوشتیم. اگه نیاز به تنظیمات بیشتری داشتید مور رو میزنید و توی قسمت تنظیمات بیشتر برای قسمت correct میتونید متن رو عوض بکنید. میتونید ساختارهای متنی رو کنترل بکنید، صداتون رو ضبط کنید که این بخش‌ها رو کاملا من در جای دیگری تشریح کردم. گزینه اسلاید ویو رو میزنم تا وارد محیط نمایشی اسلاید بشم. سوال اینجا قرار گرفته. میتونم با انتخاب کل سوال و در سربرگ هوم جهت اونها رو و همینطور فونتشون رو اصلاح بکنم. رنگ بندی و سایر اجزا دیگه در اختیار خودتون هست که بخواین واسه این قسمت چه تصویری قرار بدین و چه جلوه‌ای رو استفاده بکنید که دیگه خودتون تصمیم گیرنده این ماجرا هستید. انواع تصاویر رو در اختیارتون قرار میدم که از این تصاویر بتونید کمک بگیرید برای طراحی حرفه‌ای‌تر و زیباتر کردن پروژه‌هاتون. این تصویر رو سند تو بک میکنم. متن سوال رو در قسمت پایین قرار میدم و گزینه ها رو منتقل میکنم به قسمت مرکزی و اینجا هم میتونم سایزشون رو بزرگتر بکنم که بهتر دیده بشه و اگر هم لازم بود میتونم اینجا تصویری در رابطه با این موضوع رو قرار بدم. لزومی نداره حتما صورت سوال بالا قرار بگیره. شما میتونید ساختار شکنی کرده و جلوه ها و کارهای جدید رو پیاده کنید. برای حرکت ابتدا من میخوام که خود متن سوال ظاهر بشه، سپس گزینه ها. پس هر دو رو انتخاب میکنم، میام تو انیمیت و تو این قسمت براشون یک انیمیشنی
از این سمت در نظر میگیرم. با پریویو گرفتن این سوال من ایجاد شد. حالا کاربر میتونه جواب بده، روی دکمه ثبت کلیک کنه و پاسخش رو دریافت کنه. نکته‌ای که اینجا لازم است بدونید، ما دکمه ثبت رو نمیخوایم اینجا داشته باشیم، میخوایم خودمون دکمه ثبت قرار بدیم. پس باید یه دکمه جدید رو اینجا بسازیم. میام سر برگ اینسرت، با استفاده از ابزارهایی که اینجا در اختیارم هست، گزینه‌ای رو اینجا ایجاد میکنم تحت عنوان ثبت پاسخ. انتخاب رنگبندی ها و جلوه هاش رو دیگه مثل مراحل قبل اینجا پیاده میکنیم. این رو هم میخوام که پس از این گزینه ظاهر بشه. این بار انیمیشن این رو میگم از این سمت بیاد. خب دستور و تریگری که باید دریافت کنه چیه؟ مقداری فونتش افزایش بدم. تریگری که باید دریافت کنه به این ترتیب هست. میام توی قسمت تریگر create a new trigger رو میزنم. توی قسمت اکشن براش دستوری هست تحت عنوان submit interaction رو میزنم. interaction یعنی تعامل، ارتباط داشتن. submit هم ثبت کردن. انتخابش میکنم چه interactionی؟ لیست interaction رو باز میکنم. یه interaction بیشتر نداریم، اونم true false هست. انتخاب میکنم با کلیک کاربر و روی این دکمه اوکی رو میزنم. الان این اینتراکشن اینجا ظاهر شد. پس میام توی پراپرتی این دکمه سابمیت رو خاموش میکنم. این بار یه تست میگیرم. میبینید که اون دکمه ثبت دیگر نیست و با استفاده از دکمه ثبت پاسخ ما اینجا ظاهر خواهد شد. منتها چون هیچ گزینه رو انتخاب نکردم این اتفاق میفته. و اگر دیدین توی قسمت های یه شما دچار مشکلش شد، یا باید فونت رو عوض کنید یا از یه عربی یا یه که دو تا نقطه زیرش هست کمک بگیرید. خب این از این قسمت. البته بنده در رابطه با اینکه شما چگونه بتونید این پنجره بازخورد رو هم مدیریت بکنید، در این قسمت توضیحاتی رو ارائه کردم که چگونه بتونید لایه های بازخورد رو مدیریت بکنید که توی این فیلم اینجا خدمت شما ارائه شده. که در قسمت فیدبک مستر اینجا توضیحاتش ارائه شده. خب از اینجا خارج میشم با کلوز پریویو. این رو هم میبندم. اولین سوال من در بانک ایجاد شد. تعداد دفعاتی که کاربر میتونه امتحان بده 2 دفعه است و تعداد پوینت ها امتیازش هم اینجا هست. میتونم امتیازش رو اینجا کم و زیاد کنم، تعداد دفعات رو هم میتونم اینجا کنترل بکنم. میپردازم به نوع دیگری از سوال. مجدد graded question رو میزنم و حالا میتونم انواع سوالات رو اینجا انتخاب کنم. ولی این فرآیند رو میخوام به یه نحو دیگه پیاده سازی بکنم. فرض کنید شما از بیرون سوال دارید، مثل این سوالات درس علوم که اینجا هست و گزینه ها هم اینجا درج شده و نمیخواید مجدد عمل تایپ سوال رو انجام بدید. این یک حالت. حالت دوم، شما میخواید چند تا سوال رو در یک صفحه آزمون بگیرید و کاربر یک دفعه امتیازش رو دریافت بکنه. این هم حالت دوم. شیوه کار با این رو میخوام خدمتون تشریح بکنم. پس برمیگردم توی برنامه آزمون سازم. روی آزمون دوبار کلیک میکنم. میبینید که وارد بانک سوالات شدم. همینجا که هستم یک اسلاید خالی ایجاد میکنم. یک اسلاید خام، اسلاید خالی. میتونم براش پس زمینه بیارم ولی فعلا مفهوم کلی رو کار بکنیم و بعد برای رنگ بندی و جلوه هاش باش توضیحاتمون رو ادامه خواهیم داد. میام تو این قسمت. اولین کاری که باید انجام بدم این است که این متن رو آماده کنم برای اون سوالی که میخوام. یا باید با استفاده از ابزارها و تایپ متن‌ها و جلوه‌های ویژه کار بکنم، یا فرض کنید شما کتابی دارید که قبلا تایپ شده، کارش انجام شده و فقط میخواین این متن رو ببرید اونجا و حالت تعاملی رو بهش بدید. پس به دو صورت میشه کپی پیست کرد، متن رو انتخابش کرد و
متنی که انتخاب شده است رو جای دیگر برد و کپی کرد. ولی من از راه دیگه میخوام استفاده بکنم. نرم افزاری قبلا خدمتتون معرفی کردن به عنوان برنامه اسنگیت. گفتیم که این اسنگیت چه توانایی هایی داره و ازش چه استفاده میتونیم ببریم. توی قسمت ایمیج اسنگیت قرار میگیرم. توی سلکشن اگه فیلم اسنگیت رو ندیدید حتما به اونجا سری بزنید تا با ساختار نرم افزار آشنا بشید. در قسمت سلکشن لیست رو باز میکنم و گزینه ریجن رو انتخاب میکنم. با کلیک روی دکمه کپچر کادر باز میشه. اون قسمت رو که میخوام عکس برداری کنم یا توی آزمونم قرار بدم رو کادر دورش رسم میکنم. با رها کردن وارد پنجره ادیتور برنامه میشم. فضای کاری رو باز میکنم. با استفاده از ابزار سلکتی که اینجا دارم اون قسمت گزینه ها رو انتخاب کرده و جابجاشون میکنم. و چون متن طولانی میشه این قسمت رو هم از اینجا انتخاب کرده و اون رو هم به مکان زیر جمله اصلی منتقل میکنم. خب نکته‌ای که وجود داره الان یک کادری یا خطی بالای اینها قرار گرفته. یک مقدار باید اسلاید انجام بدم. همه لایه ها میخوام یکی بشن. راست کلیک و گزینه فلتن آل رو میزنم و این قسمت های زائد رو حذف میخوام بکنم. برای اینکه دقیق تر بتونم روش کار بکنم زوم میکنم تا بتونم میلیمتری این فرآیند رو پیاده سازی بکنم. این قسمت رو هم با ابزار سلکشن انتخاب کرده دکمه دیلیت رو میزنم تا از این قسمت خارج بشه. خب متن سوال من آماده است. راست کلیک کپی میکنم، میام تو اون اسلایدی که خالی ساخته بودم و پیستش میکنم. مکانش، سایزش و اندازش رو کنترل میکنم. خب حالا میمونه گزینه هایی که اینجا باید به حالت تعاملی در بیان. برای تعاملی کردن از قسمت اینسرت ما گزینه هایی داریم تحت عنوان اینپوت. انواع گزینه ها رو میشه استفاده کرد. اگر توی اسلاید شما فقط یک سوال وجود داره میتونید از گزینه رادیو باتن استفاده کنید. ولی اگر چندین سوال رو دارین میتونید از گزینه کلیک باکس کمک بگیرید. من رادیو باتن رو انتخاب میکنم و در صفحه کلیک میزنم فضای کاری رو بزرگتر میکنم و این رادیو باتن رو منتقل میکنم به این قسمت. میام در هوم قرار میگیرم، جهتش رو عوض میکنم و فضای کاری رو بزرگتر میکنم. با تکرار از این چند تا کپی تهیه میکنم و برای گزینه‌های بعدی اونها رو در نظر میگیرم. خب اینا اینجا قرار گرفتن. حالا چه عملی باید انجام بشه؟ میبینید که اینجا دکمه نکست و پریویوس رو ما داریم. پس میام اینها رو ابتدا حذف میکنم. نکست و پریویوس رو ازشون میگیرم. سپس یه دکمه داریم به نام ثبت پاسخ، این رو ازش کپی میگیرم. بعد میام اینجا پیستش میکنم. کاری که باید انجام بدیم هنوز این صفحه به صفحه تعاملی تبدیل نشده است. از سربگ اینسرت گزینه Convert to Freeform رو انتخاب میکنم. تو این قسمت گزینه پیک وان رو انتخاب میکنم به جای پیک منی. روی پیک وان کلیک میکنم، اوکی رو میزنم. گزینه ها رو کامل اینجا بهش میدم. رادیو باتن 1، رادیو باتن 2 و 3 و سپس گزینه 4. جواب درست رو هم باید بهش مشخص کنم کدومی که از این گزینه ها جواب درست است. به عنوان مثال گزینه شماره 1 و میام تو اسلاید ویو. و اگر از این به بعد بنده این اسلاید رو پیش نمایش بگیرم می‌بینید که این گزینه‌ها اینجا هستند. با کلیک روی هر کدوم از اونها فعال خواهد شد و فقط در آن واحد یکی از اینا فعال هست. انتخاب کرده ثبت پاسخ رو میزنم که پاسخ درست رو داریم که این دکمه ثبت رو اینجا فراموش کردیم. کافی است توی دستوراتی که داره لیست رو باز کنم و پیک وان رو انتخاب کنم. راست کلیک کرده تو پراپرتی و اون سابمیت رو هم ازش میگیرم و خلاص. پس تا اینجا 2 تا سوال تونستیم طراحی بکنیم، به بانک اضافه بکنیم که این تکنیکی است بسیار جذاب برای کسایی که میخوان کتاب خودشون رو تعاملی کنن، برای کسانی که میخوان سوالاتی که قبلا طراحی کردن رو به یه سوال تعاملی تبدیل کنن، مجدد عمل تایپ رو انجام ندن.
هرچند شما اگر درست تایپ کرده باشید، فونت ها و ظاهر کار رو درست انجام داده باشید، نیاز به این دوباره کاریایی که من روی عکس انجام دادم ندارید. این برای زمانی است که این سوالات برای خودتون نباشه، سوالات رو از جای دیگر، از کتاب دیگه دریافت کرده باشید. مجدد تکرار میکنم تا بهتر این قسمت رو بیاموزیم. کپچر رو میزنم و میخوام از سوال 2 یک عکس جدیدی دریافت کنم. این عکس اینجا قرار میگیره. قسمتی رو که میخوام انتخاب میکنم با ابزار سلکشن و جابجاش میکنم. لازم به توضیح است که این محیط برنامه رو بنده قبلا کامل برای شما تشریح کردم. خب با راست کلیک کردن یک کپی میگیرم، میام توی برنامه جدیدم و میخوام اون سوال اینجا قرار بدم، ولی منتها اسلاید جدید ندارم. راست کلیک میکنم، یه داپلیکیت از اینجا میزنم تا یه اسلاید جدید برای من ایجاد بشه. خب مجدد میام اینجا، این سوالی که طراحیش انجام داده بودم کپی میکنم، میام توی برنامه، این سوال قبلی رو حذف میکنم، با کنترل وی از کیبورد سوال جدید رو قرار میدم، جا و مکانش رو اصلاح میکنم. خب میبینید که روی دکمه رو پوشونده. راست کلیک سند تو بک رو میزنم و حالا گزینه ها رو دیگه اینجا میتونم به راحتی براش بچینم. اگر هم زوم بکنم بهتر میتونم این فرآیند رو انجام بدم. پس دیدین که چقدر راحت ما میتونیم بانک سوال داشته باشیم، حتی از سوالاتی که بیرون دریافت کردیم بدون هیچ گونه دردسری سوالات جدیدمون رو اینجا طراحی بکنیم. تنها مشکلی که توی این قسمت میتونیم داشته باشیم، اگر فیلم قبلی رو دیده باشین، این که گزینه شافل رو نمیتونیم فعال بکنیم، چون جای اینها نمیخوایم عوض بشه، جای اینا ثابت است. پس نیاز به شافل نداریم، ولی چون خود سوالات جابجا میشن، تصادفی ظاهر میشن، دیگه این دغدغه رو نخواهیم داشت که سوالاتمون تصادفی ظاهر نشن و یک نواخت پشت سر هم باشه. پس تنها مشکل این نوع سوال این هست که شافل نداریم. وارد فرم ویو میشم و جواب درست رو اینجا انتخاب میکنم. جواب درست هر کدوم از اینا که میتونه باشه. پس دقت بفرمایید که اینجا شما مشخص میکنید پاسخ رو و سلاید ویو رو میزنید و جواب درست اینجا ظاهر میشه. توی اینتراکشن هم که دیگه نیاز نیست، چون قبلا پیک وان رو بهش دستوردهی کردیم. انواع دیگر سوال ها رو تو هم میتونید اینجا بسازید، ایجاد بکنید، که الان من میخوام کاری رو انجام بدم که چند تا سوال رو در یک اسلاید داشته باشیم. پس مجدد از این یه داپلیکیت میگیرم و این اجزایی که اینجا هست رو به صورت کامل حذف میکنم. میخوام چند تا سوال رو یک جا وارد بکنم، سوالاتی که میتونم از این قسمت انتخاب کنم یا از هر جای دیگری. خب پس باز به مانند مرحله قبل باید عکس برداری بکنم. این بار از این قسمت این تصویر رو میگیرم و عمل درگ رو انجام میدم. این 4 تا سوال رو انتخاب کرده، اوکی میکنم. محیط کاری نیاز به طراحی داره، نیاز به ویرایش داره. چرا بنده این نوع سوال رو انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه خدمت شما نمایش بدم که هر نوع سوالی رو با هر ساختاری شما میتونید روش کار بکنید و دغدغه و نگرانی از این نداشته باشید که این نوع سوال به هم ریخته است و من روی گزینه‌هاش هیچ تسلطی ندارم و این امکان برای من وجود نداره. شما خیلی راحت توی محیط برنامه اسنگیت میتونید فضاهای کاریتون رو گسترش بدید، به شرط اینکه با ابزارهایی که اینجا هست آشنایی کامل داشته باشید. خب میتونم این رو کامل بپذیرم، میتونم مقداری فضاهای اینا رو افزایش بدم یا اینکه رنگ اینجا رو تنظیماتش رو پیاده سازی کنم. پس کاری که انجام میدم با استفاده از هایلایتی که دارم، صورت سوال ها رو یک تغییر رنگی براشون در نظر میگیرم. خب این تصویر که آماده شد، راست کلیک کپی رو میزنم، میام توی اسلایدی که داشتم و پیست میکنم اون تصویر رو. مشکلی که ما داریم احتمال داره که این تصویر درست نمایش داده نشه، به خاطر اینکه تصویر کوچک است. اگر جا و مکانش رو اونجا درست
باز کرده بودیم، فضای کاریش روش بهتر کار کرده بودیم، این به هم ریختگی کمتر اتفاق می افتاد. خب تصویر اینجا قرار گرفت. حالا من بخوام گزینه هام رو اینجا بچینم، میتونم در قسمت بالا هم بگم که به سوالات زیر پاسخ بدید. برای درج گزینه ها به این ترتیب که خدمتتون عرض میکنم عمل میکنیم. از قسمت اینسرت میام تو قسمت اینپوت و با این گزینه چک باکس کار خواهم داشت. دیگه نمیتونم از رادیو باتن استفاده کنم، چون رادیو باتن برای یک سوال طراحی شده و در آن واحد میتونیم یکی از اونها رو انتخاب کنیم، ولی چک باکس چندین گزینه رو میتونیم انتخاب بکنیم. چک باکس رو انتخاب میکنم، ترازبندی اون رو به این سمت قرار میدم و میتونم فضای کاریش رو گسترش بدم. سایز این چک باکس برای این قسمت بزرگه. میام توی قسمت فرمت، از چک باکس استایل حالتهای مختلف رو میتونم انتخاب کنم. اون استایلی رو انتخاب میکنم که سایزش کوچکتر باشه و بهتر به پروژه من جواب بده. از این یک کپی تهیه میکنم. جا و مکان اون رو هم تنظیم میکنم. مجدد میخوام از چارتای دیگه کپی بگیرم، پس این تصویر رو قفل میکنم. این چارتایی که اینجا هستن رو انتخاب کرده و از اونها یک کپی تهیه میکنم به قسمت پایین، چارتای بعدی و به همین ترتیب. خب نیاز هست که مقدار اینجا شما صبر داشته باشید تا من این تنظیمات رو انجام بدم. خب به همین ترتیب که مشاهده میکنید من تونستم این قسمت ها رو درست در جای خودشون بچینم. یک پیشنمایش میگیرم ولی هنوز کار من تموم نشده. میبینید که این گزینه‌ها اینجا فعال هستند. هرچند کار من زیبایی نداره و هدف این است که شما با تکنیک این کار بیشتر آشنا بشید و جوابی هم اینجا دریافت نخواهیم کرد. گزینه‌ها میتونم انتخاب کنم، جوابی هم اینجا دریافت نخواهیم کرد. به چه علت؟ به علت اینکه ما گزینه پیک وان رو انتخاب کردیم. میام توی اینسرت، این گزینه ابتدا ریموو براش صادر میشه. بعد از اون کاری که انجام میدم کانورت تو فری فرم رو میزنم. این بار گزینه پیک منی رو باید انتخاب کنم به جای پیک وان. اوکی رو میزنم، لیست باز میشه. میبینید که گزینه های من اینجا خالی شدن و هیچ گزینه رو ندارم. از لیست چویز تمامی چک باکس ها رو به این لیست باید وارد بکنم. پس تک به تک همه چک باکس ها رو به اینجا منتقل میکنم، انتخابشون میکنم. به چه دلیل؟ چون میخوام همه اونها فعال باشن و کاربر امکان انتخاب داشته باشه که حتی اگر غلط هم زد بهشون جواب بده. پس من اینها رو تک به تک انتخاب میکنم. شما باید تحمل بفرمایید تا این کار به اتمام برسه. ما 5 تا سوال داشتیم. هر کدوم از سوالات هم دارای 4 گزینه بودند. حالا نکته بعدی این هست که باید پاسخ درست هر سوال رو مشخص بکنیم. فرض میکنم این پاسخ درست است، البته با کلیک روی هر کدوم رنگش قرمز میشه، میتونید تشخیص بدین درست انتخاب کردین یا نه. و میام توی چارتای بعدی هم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنم که در سوال دوم گزینه 2 خواهد بود و سپس میام در چارتای سوم هم یکی از اینا رو انتخاب میکنم و در چارتای چهارم هم به همین ترتیب تا انتهای کار. خب این فعال شد. گزینه اسلاید ویو رو میزنم ولی منتها دکمه ثبت ما هنوز جوابی رو دریافت نکرده. انتخابش میکنم، سابمیت اینستراکشن بهش نسبت داده شده. لیست رو باز میکنم و پیک منیو رو انتخاب میکنم. راست کلیک کرده توی پراپرتی تمامی دکمه های اضافی رو ازش میگیرم. مجدد از این یه پریویو میگیرم. خب این کار انجام میشه. جواب ها رو اینجا میتونیم انتخاب بکنیم و دکمه ثبت رو میزنیم. ببینید که پاسخ نادرست رو من داد. یعنی من تونستم در آن واحد توی یک اسلاید 4 تا سوال رو وارد بکنم، اونم بدون اینکه خودم سوالی رو تایپ کرده باشم، فقط با استفاده از تکنیک کار روی تصاویر. شاید بگین که این تکنیک
چندان جذاب نیست، ولی نکته خیلی مهمی که عرض بکنم، چون هدف ما این است که شما بتونید وارد بازار کسب و کار بشید و از دانش که دارید ثروت کسب بکنید و درآمدزایی بکنید، به کمک همین تکنیک برای انتشاراتی که اسمش رو اینجا بیان نخواهم کرد 12 کتاب رو آماده کردیم جهت اینکه منتشرش بکنند. کتاب ها دارای سوال و گزینه‌هایی بود که میخواستن اون رو به حالت تعاملی تبدیلش بکنن که کاربر بتونه امتحان بده. ساختار سوالات در اختیار بنده قرار گرفت. بعد از اون با استفاده از تغییراتی که توی فونت فایل PDF انجام شد، با تکنیک کپی پیست کردن متن سوالات اینجا قرار گرفت که میشه نمونه از اونها رو خدمتون نشون داد که با چگونگی این کار بهتر آشنا بشید. خب الان این بانک سوال ما داره 4 تا سوال هست. به همین ترتیب میتونم لیست سوالاتم رو افزایش بدم، تعداد سوالات جدیدی بسازم، بیام از نیو اسلاید گزینه graded question رو بزنم و نوع دیگری از سوالات رو ایجاد بکنم که مهمترین اونها رو خدمتتون عرض کردم و تکنیکال اونها رو براتون بیان کردم. بقیه گزینه ها رو توی مجموعه فیلم های قبلی میتونید دریافت کنید. خب کارمو با این بانک به اتمام رسید. میبندم. میبینید که در اینجا هم برای من سوالات ثبت شده است و هر کدوم از سوالات 10 امتیاز دارن. میبندم و خارج میشم. خب از این سوالات کجا میخوام استفاده بکنم؟ سوالات هنوز محلی برای نمایش به کاربر ندارند. توی سن آزمون هستم، دوبار کلیک میکنم و اینجا میخوام صفحه اولیه آزمون من باشه. پس یک تصویری رو برای این قسمت وارد میکنم. خب این تصویر قفل بشود. عنوان آزمون رو اینجا درج میکنم. سپس فونتش، رنگ فونت و سایز اون رو کنترل میکنم. یه دکمه هم برای شروع آزمون در نظر میگیرم. Insert Button. دستوری که به این میدم این هست که تو تریگر مشخص کنم که بره به سوال بعدی، ولی منتها سوالی اینجا وجود نداره. از این قسمت پراپرتی ها رو کلا حذف میکنم. میخوام حالا یک سوالی رو اینجا داشته باشم. Question bank رو میزنم و New Draw from Question bank رو میزنم. لیست سوالات من اینجا قرار میگیره. نکته: اگر شما چندین بانک داشتین، اینجا بانک سوالات شما نمایش داده میشه. گزینه Draw Question Randomly به این معنی است که شما سوالاتتون به صورت تصادفی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. و اگر در مقابل هر سوالی این عبارت رندوملی رو به always تغییر بدید، این سوال همیشه در اختیار کاربر قرار میگیره. و همینطور اگر شما این لیست رو باز کرده و گزینه never رو نمایش بدید، این سوال تو این آزمون در اختیار کاربر قرار داده نخواهد شد. شاید در سوالات دیگری وارد بشه. پس شما میتونید سوالاتتون رو دسته‌بندی کنید. سوالات سخت، سوالات متوسط و سوالات آسان، و برای کاربر مشخص بکنید که هنگام انتخاب سوالات از کدوم دسته سوالات میخواد ببینه و وارد بشه و سطح سوال رو قبل از اینکه وارد آزمون بشه انتخاب کنه. یعنی شما یک صفحه اینجا طراحی میکنید، به کاربر میگین که سوال آسون میخوای، سوال سخت میخوای یا سوال متوسط.
کاربر با کلیک روی اون وارد آزمون شما خواهد شد. حالا توی این آزمون توی بانکش تعیین کردین که کدام سوال آسان است، کدام سوال سخت است و اون رو انتخاب میکنید. میگین که این سوال برای سوالات سخت است توی این آزمون نیاد و فقط این سوال که برای سوالات آسان هست اینجا نمایش داده بشه. پس شما با قسمت randomly یعنی تصادفی، never هیچگاه نمایش داده نشه و always یعنی همیشه نمایش داده بشه، میتونید خودتون این فرآیند رو پیاده سازی بکنید که چه سوالی چه موقعی ظاهر بشه. در قسمت include all question مشخص میکنید که این آزمون در برگیرنده چه تعداد سوال باشه. به عنوان مثال شما 20 سوال رو اینجا وارد میکنید و از کاربر میخواید که به 4 تای اونها جواب بده، یعنی هر بار که کاربر میاد امتحان بده فقط 4 تا سوال براش ظاهر بشه. شما 100 تا سوال رو وارد میکنید و از کاربر میخواین که 20 تا سوال رو اینجا دریافت بکنه. پس اینجا این فرآیند امکان پذیر هست که ازش استفاده کنید. گزینه‌های like question که یک سوالی رو به سوال دیگه ارتباط میده و move question میتونید سوالی رو به سوال بالا یا ترتیبش رو جابجا کنید، فعلا نیاز کار ما نیست. با کلیک روی دکمه insert این آزمون اینجا در اختیار من قرار میگیره. میبینید که نوشته draw from بانک شماره 1، یعنی طراحی شده از بانک شماره 1. میام روی این اسلاید قرار میگیرم، دکمه شروع رو انتخاب میکنم، تریگر رو بهش دستوردهی میکنم که به جای این کار بره سراغ اسلاید بعدی. next slide، اسلاید آزمون من هست. اوکی رو میزنم. میبینید که خودکار این زیر قرار گرفت. ولی منتها صفحه کارنامه واسه آزمون طراحی نکردیم. پس باید یک اسلاید جدید اینجا داشته باشیم توی این قسمت تا بتونم کاربر رو بهش اطلاع بدم که امتیاز چند و به چه صورتی بوده. میام توی نیو اسلاید، گزینه ریزالت رو انتخاب میکنم، صفحه بازخورد. خب انواع ریزالت ها رو ما داریم. برای زمانی که شما نتیجه رو به صورت امتیازی بخواید دریافت کنید، نتیجه رو بهش بدین که تشکر کنید از کاربر که در نظرسنجی شما شرکت کرده، یا اینکه بخواید یک صفحه آزمون جدید طراحی کنید. گزینه Graded Result اسلاید رو انتخاب میکنم، اینسرت رو میزنم. یک اسلاید خالی ساخته میشه. اولین چیزی که ازم میپرسه این هست که اون نتیجه‌ای که من به تو خواهم داد متأثر از کدوم سوالات است. من میگم متأثر از این بانک آزمون من هست، این سوالاتی که اینجا بود. خب آیا درصد قبولی کاربر رو میخوای مشخص بکنی؟ پاسینگ سکور رو من بهش میگم روی 50%، اگه درست زد بهش بگو که آفرین موفق شدی. در قسمت End Quiz After هم مشخص میکنی که کاربر در چه مدت زمانی آزمون رو به پایان برسونه که اینجا من 3 دقیقه رو انتخاب میکنم. Start Timer، تایمری که این 3 دقیقه رو میشماره از کی شروع بشه؟ از زمانی که اولین آزمون شروع شد یا از اولین اسلاید؟ میگم از اولین سوال. خب فرمت اون تایمر چگونه باشه؟ که زمان سپری شده رو نشون بده، زمان باقی مانده رو نشون بده، do not show time اصلا زمان رو نشون نده. زمانها رو اینجا فرمت رو شما تعیین میکنید. من چون نیاز به زمان ندارم اینو غیر فعال میکنم. اوکی رو میزنم. این صفحه در اختیارم قرار میگیره، ولی منتها جایی که قرار گرفته جالب نیست. اینو درک میکنم، منتقل میکنم به انتهای کار. چون در زبان فارسی هست این دوتا گزینه رو انتخابش میکنم، جابجاشون میکنم به این سمت و این دوتا رو هم به همین ترتیب انتخاب کرده و جابجا میکنم به سمت مقابل. در رابطه با فارسی کردن این قسمت و توضیحات این مجموعه قبلا من خدمتتون عرض کردم که چه باید بکنید. لیاوت این اسلاید رو ازش میگیرم و تو این قسمت به جای ریزالت می نویسم نتیجه یا صفحه کارنامه. تو اینجا هم براش مشخص میکنم your score یعنی که امتیاز کاربر. اینجا هم passing score امتیاز قابل قبول.
اینجا هم به جای ریزالت دوم می نویسم نتیجه. حالا نوبت اون رسیده که جهت نوشته اینها و فونتشون و رنگشون رو اصلاح بکنم. میتونم از دکمه مرور آزمون استفاده کنم یا اینکه نه، این دکمه رو تبدیل کنم به آزمون مجدد و از این دکمه یک کپی تهیه بکنم تحت عنوان بازگشت به فهرست که کاربر به کمک این دکمه یا دوباره امتحان بده یا اینکه به صفحه اصلی برگرده که دستوردهی خواهیم کرد. دکمه بازگشت رو انتخاب میکنم. این تریگری که اینجا دارد رو حذف میکنم. نمیخوام این دستور داشته باشه. تریگری که بهش میدم جامپ تو اسلاید هست. به کدام اسلاید باید بازگرده؟ به اسلاید اصلی که ما اینجا داشتیم، اسلاید فهرستمون. میتونه از آزمون برگرده به اونجا یا هر فهرست دیگه که شما مد نظرتون بود. آزمون مجدد میخوام دوباره بیاد تو این قسمت اسلاید 1 و دوباره امتحان بده. پس این دستوری که اینجا هست به عنوان ریویو کویزی که اینجا هست دیلیت رو میزنم. اد تریگر میام توی قسمت جامپ تو اسلاید و میخوام بگم که مجدد میخوام شما امتحان بدید. ولی نکته‌ای که اینجا لازم است بدونید، باید هنگامی که کاربر مجدد میاد امتحان بده یه اتفاق بیفته تحت عنوان reset result، یعنی که همین دکمه وقتی که میره از اول بخواد بیاد کاری رو انجام بده، آزمون مجدد، یه دستوری بهش میدم reset result که نمره آزمون قبلی رو پاک بکنه که کاربر دوباره بتونه امتحان بده. این آزمون اسمش چی بود؟ reset result 5-3 که اینجا هست. انتخابش میکنم. وقتی کاربر کلیک کرد و اوکی بهش میدم. خب راست کلیک پراپرتی، این دکمه های اضافه رو از اینجا میگیرم. الان کارنامه نتیجه رو من نشون خواهد داد، ولی پیغام هایی که ما میده پیغام های فارسی نیستند. به عنوان you did not pass یا گزینه‌های دیگه که اینجا هست. اینها رو توی قسمت سلاید لیر، توی این قسمت ساکسس یا فیلر میتونیم مدیریت بکنیم که در قسمت congratulation میتونم متن، صدا و توضیحات رو درج بکنم و در قسمت فیلر هم میتونم متن جدیدم رو بنویسم که به عنوان مثال اینجا میگم که دوباره تلاش کن. رنگ و ساختار و جلوه و کارهای دیگر اینجا براش باید پیاده سازی بکنم که فعلا صرف نظر میکنم همین که سایزش رو تغییر بدم و فونتش براش کافیه. البته میتونم اینجا صدا هم براش ثبت بکنم که از کاربر بخواد که مجدد تلاش بکنه. پس همینجا که در این اسلاید یا در این لایه هستم میام سربرگ اینسرت، گزینه آدیو، رکورد، میکرو میزنم. روی این دکمه کلیک میکنم. متاسفانه شما موفق نشدی. بهتره که دوباره تلاش بکنی. ادیت رو میزنم. میام این قسمت رو انتخاب میکنم. چون نواحی دیگر رو نمیخوام گزینه کراپ رو میزنم. همون که برام باقی میمونه یک بار پخش میکنم. گزینه سیو اند کلوز رو میزنم و مجدد سیو بعدی. توی ساکسس متن رو عوض نمی کنم که وقت گرفته بشه، فقط صدا رو میام ضبط میکنم. آفرین، موفق شدی. حالا میتونی وارد بخش بعدی بشی. خب این رو هم ویرایش میکنم. این قسمت رو نیاز دارم. بقیه قسمت ها رو با کراپ حذفشون میکنم. یک بار پخش میکنم. این تیکه از صدا رو هم با دیلیت حذفش میکنم. سیو اند کلوز. سیو بعدی.
زیباکاری، طراحی و کار روی جلوه ها با خودتون که این فرآیند انجام بدید. یک بار این آزمون رو با استفاده از دکمه Preview This Scene پیشنمایش میگیرم. خب باز میشه، دکمه شروع آزمون رو میزنم، این صفحه ظاهر خواهد شد. دیدین که سوال اول این سوال اومد، انتخاب میکنم ثبت پاسخ، با ادامه به سوال بعدی خواهم رفت. این سوال در انتها ثبت شده بود که در سوال دوم اینجا ظاهر شد، ثبت رو میزنم. سوال بعدی و این نماز صبح هم که اولین سوال بود در انتها ظاهر شد. پس این امتیاز من 50 شد، 50%. امتیاز قابل قبولم 50%. لب برز بودم. آزمون مجدد رو میزنم، شروع رو انتخابش میکنم. این سوال یک انتخاب اضافی داشته، باید این اصلاحش بکنم. دو بار کلیک میکنم روی بانک سوال، ببینم که این چرا اینجا فعال هست. فکر میکنم یک تیک اضافی رو من اینجا فعال کردم، حالا غیر فعال شد. مجدد میام عقب و از این سن دوباره میخوام پیشنمایش بگیرم. شروع رو میزنم، انتخاب، ثبت پاسخ، سوال بعدی میاد، ثبت پاسخ، سوال نماز ظاهر میشه، ثبت رو میزنم. یه سوال دیگه هم اینجا ظاهر شد، اینم ثبت. فکر نکنم این بار. این امتیاز رو اینجا دارید. آزمون مجدد رو میزنم و دوباره باید بتونم امتحان بدم. که اینجا یک مشکلی وجود داره که سوالات رو ریست نکرد. میام تو این قسمت ببینیم که چرا این قسمت آزمون ریست نشد. این به این دلیل است که دستوری که من اینجا بهش دادم ابتدا میره به اسلایدی که 5.1 هست، سپس میخواد عمل ریزالت انجام بده. وقتی که از این صفحه خارج شده نمیتونه اون دستور دوم رو انجام بده. پس این دستور رو میارم به بالا، یعنی تقدم، تأخر و اولویت دستور رو تغییر میدم. برای تغییر این دستور انتخاب میکنم، روی این دکمه کلیک میکنم، این دستور به سمت بالا میاد، یعنی ابتدا ریست ریزالت میکنه، بعد میره کجا؟ به صفحه اولی که بخواد آزمون برگزار بشه. مجدد از این سن پیشنمایش میگیرم. شروع رو میزنم و سریع گزینه‌ها رو انتخاب میکنم تا برم سوال بعدی. این 25 آزمون مجدد. میام اینجا، بله این بار پاک شده جواب ها و دوباره میتونم امتحان بدم. باز همون 25% رو گرفتم. خب پس متوجه شدیم که چگونه میتونیم از کتابمون از هر جایی که داریم بیایم و با استفاده از گزینه‌هایی که هست اون رو به آزمون تبدیلش بکنیم. نماز رو هم درست بزنم که لااقل 50% رو بگیرم. خب نمیتونم به اسلاید دیگه برم، به این دلیل که من از فقط این صحنه پیشنمایش گرفتم و اجازه نمیده به صحنه دیگه ای برم. زمانی این اجازه رو خواهم داشت که از کل پروژه اینتایر پراجکت پیشنمایش بگیرم. پس در مورد بانک سوالات اطلاعات رو دریافت کردین. من یه آزمون جدید دیگه میخوام بسازم، انتخابش میکنم، یه داپلیکیت میزنم که این بشه آزمون شماره 2. کجا قرار گرفت؟ در این قسمت. خب حالا دوبار روش کلیک میکنم رو بانک. این بار میگم که من 2 تا سوال میخوام از اینجا و این سوالم هیچ وقت تو این قسمت نشون نده. never. سیو رو میزنم. اگر اینجا رو پیشنمایش بگیرم و به دفعات که تکرار کنم، نه اون سوال ظاهر خواهد شد نه بیشتر از 2 تا سوال رو بنده خواهم داشت. شروع رو میزنم، میرم اینجا،
انتخاب میکنم، دوباره ثبت، آزمون مجدد، دوباره شروع. فقط از بین اون 3 تا سوال 2 تا سوال رو من بیشتر نمایش نمیده. پس اون سوال نماز رو هیچگاه نخواهم داشت و سایر سوالات رو برام تکرار خواهد کرد. پس با مفهوم اینکه چگونه با بانک کار بکنیم و توضیحاتی در تو بانک هم خدمتتون عرض کردم که چگونه اینا رو مدیریت بکنیم آشنا شدیم. صفحه نتیجه هم ساختیم. از همه مهمتر نکته خیلی حیاتی که خدمتتون عرض کردم، امیدوارم ازش بتونید درست و مثبت استفاده کنید، این هست که چگونه از متن‌ها از بیرون وارد برنامه کنیم و اونها رو متحرک سازی کنیم که نمونه هایی از پروژه‌ای که به این شیوه ساخته شده است و خدمتتون نمایش میدم. به این نمونه توجه بفرمایید. فهرست آزمون ها رو انتخاب میکنم. لیست سوالات اینجا ظاهر میشه. روی هر کدوم که کلیک بکنم بند بانک سوال رو خواهم داشت. میتونم با متغیرهایی که تعریف کردم اینجا نام برای آزمون دهنده ثبت بکنم. دکمه شروع رو میذارم. میبینید که اینها همون متنی است که از کتاب دریافت شده. ثبت رو میزنم. سوال بعدی، سوالات دیگر و تا انتها میرم جلو. اینجا طبق نظر سفارش دهنده نیازی به دریافت صفحه بازخورد نبوده. اینجا میبینید که نوشت امتیازات من و امتیاز قابل قبول، نتیجه عمل کرد. نوشت که من به تعداد 22 سال پاسخ درست دادم. با انجام دوباره آزمون صفحه جدید باز میشه و من امتحانمو میتونم برگزار کنم. با دکمه فهرستم که برمیگردم به صفحه آزمون ها. یک آزمون جامع اینجا در نظر گرفته شده است، به این معنا که همه سوالات دسته‌بندی شده، آسان به سخت دسته‌بندی اینجا هست. کاربر با کلیک روی اونها اون نوع سوالاتی که مد نظر طراح بوده است و اینجا میتونه دریافت کنه. خب این یک نوع از پروژه ها. نمونه های دیگری هم هست که در جای خودش خدمتتون نمایش خواهم داد.